سلام، حالتون چطوره؟ آقا من بالاخره تولدم تموم شد. وارد 24 سالگی شدم. 24 عدد 24 توی سن یعنی 6 سال از 18 سالگیت گذشته و 6 سال به 30 سالگیت مونده. خیلی عجیب غریبه به نظرم. بریم کادوهایی که دوستام زحمت کشیدن برام گرفتن نشونتون بدم. والدم خیلی عجیب غریب بود چون که ایران نبودم، کنار خانواده‌ام نبودم، کنار دوستای ایران نبودم و کنار دوستای ایرانی که از ایتالیا اومده بودن، کنار دوستای ترک هم بودم. کلا عجیب غریب بود امسال برام. حالا بریم کادوهامون رو ببینیم. از تامی یه شال دارم، خیلی خوشگله، جنسش هم خیلی عالیه. از یه برند خفن ایتالیایی یه کیف خیلی جذاب داریم که چرمه و بین خودشون خیلی معروفه. داستانشو من تعریف کردم، من چرم براتون تعریف کنم. این شکلیه، این شکلیه، خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. بافتشو یه دونه بند کراس بادی هم توش داره ولی به نظرم با بند دستش خیلی خوشگل‌تره. این میدونی چی کم داره؟ یه دونه کفش ست، یه کفش این رنگی. من نداشتم تا حالا که کفش سبز بالا. خیلی خوشگله. دیگه الان همه میدونن من فیوریتم تو لوازم آرایش در حاضر کیکوه و هر چی ازش خوشم بیاد میگیرم. یه کیف آرایشی داریم از کیکو که خب کیفشو قبلا خودم داشتم. اینو شاید بنامش به یکی از شما. ولی وسایل‌های توش یه دونه لیپ گلاسه که رنگش عالیه. رنگ سبزه، بعد تو شکل‌های آبی و بنفش داره. نکته جذابش اینه که توش جا کلیدی داره و این واسه میشه به این و دامن جا کلیدی کیف هم استفاده بشه اکسسوری. خیلی کیوته. یه دونه کرم دست کیکو رو داریم. اینا مال کالکشن زمستونش بوده بچه‌ها. خیلی خوشبوه. وای این نارگیل میده. خیلی باحاله. یه دونه ضد آفتاب استیکیه که SPF 50 رنگش خیلی خوش رنگه، بنفش طوره، بنفش آبی، نمیدونم تو ویدیو معلومه یا نه. و استیکی دیگه ضد آفتاب، استیکی کاملا برای شارژ ضد آفتاب، مخصوصا وقتی پوستت میکاپ داره فوق العاده است. چون نرفتی میندازه چربی اضافه پوست. ماسک لبه این شکلیه، روی توت فرنگی ملو میده، نه که گوشتون نیست، خیلی خوشگله. اینا رو بعداً توی ویدیوی دیگه همشو براتون تست میکنم. یه دونه مداد لب کیکو رو داریم، چیز ببخشید مداد چشمه، یه سرش مداد، یه سرش هم از ایناست که پخشش میکنه. تو ویدیوهایی که میخوایم محصول رو تست کنیم نشونتون میدم. یه دونه هم ریمل کیکو داریم که این ریملش خیلی خفنه بچه‌ها. یه دونه چیز داره که میتونی مدل براشش رو عوض کنی، یعنی با این بلند کنی روی مژهاتو، بعد بچرخونی اینو و با این حجم بدی. خیلی نهایت این گلاس خفنشو داریم که این کالکشنش دیگه موجود نیست، مال نیست. خیلی خوش رنگه، خیلی خوشگله. تستشو بعداً براتون میذارم. با این محصولات جدید آرایش می‌کنیم با هم و همه رو براتون تست می‌کنم. بعدی رو بی‌نهایت عاشقشم، از برند آلدو هستش. من برای آنلاین شاپ که داشتم از محصولات آلدو عکس می‌گرفتم برای پیجم. یه دونه کفش جذاب دیدم که خب شاید بتونید حدس بزنید چیش منو جذب کرده بود. تو پیج آنلاین شاپ استوریش کردم. چشم روش بود دیگه، چشم روش بود. گفتم من بالاخره که برای خودم میگیرم. و دوستام زحمت کشیدن. الان گرفتمش. شما ببین چقدر این پروانه‌های روش خوشگله. ببین وزن اصلا نداره، در سبک‌ترین حالت ممکنه. بعد همینقدر شیک و مجلسی. واقعا خیلی شیک و خوشگله. عاشقشونم. کیف ست داره، کیف ستش فقط کیفشو ببین وایسا. انقدر هم پاسپورت در میارم، واقعا خیلی ذوق دارم، واقعا خیلی چشمم به این ست آلدا بود و این کیفش اکثر جاها نبود موجود که من حتی برای پیج آنلاین شاپ عکاسیش کنم. خیلی گوگلیه. به دیدن من میایی با پروانه آبی بیا، هر چیزی که روش پروانه آبی داشت. در نهایت این ساک هم یه عالمه خوراکیه که از ایتالیا اومده، به علاوه یه سری نوشیدنی‌ها که نمیتونم بهشون بدم، ولی یه سری شکلات‌ها و بیسکویت‌های خارجی دیگه استفاده نمی‌کنم بهشون بدم. آره خلاصه که اینا باز سعی می‌کنم من تا 1 کیلو وزن کم کردم به وزن اضافه کنم. اینا ما باکس کادوهای تولدم. مرسی که این جمعمون بودین. شما بگید کدوم رو دوست داشتین. آها براستی هر کدوم از اینا رو دوست داشتین داشته باشین و قصد خریدشو داشتین، ما اینجا براتون از پیج آنلاین شاپ خرید می‌زنیم و به ایران ارسال می‌کنیم. موماچ به همتون. فعلا